قصر ملت با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مراسم سوگند یادکنی اعضای حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. باید یادآور شد که مطابق ماده 73 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و ماده 8 قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره حکومت جمهوری تاجیکستان، اعضای حکومت بعد تعیین شدن به وظیفه و تصدیق گردیدن فرمان در جلسه یکجایی مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سوگند یاد میکنند. اعضای حکومت با درک مسئولیت به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سوگند یاد کردند که منفعت‌های ملت و دولت را از همه بالا میگذارند. تمام نیرو و دانش خود را برای رشد اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان صادقانه و پاکوجدانانه صرف می‌نمایند. کنستیتوسیا، قانون‌ها و امر و فرمان‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را قطعاً رعایت نموده بهر بلند برداشتن شهرت تاجیکستان در عرصه بین المللی صافدلانه خدمت می‌نمایند. پس از انجام سوگند یادکنی اعضای حکومت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اعضای حکومت جمهوری تاجیکستان را برای خدمت صادقانه و صافدلانه به خلق و وطن هدایت نمودند.